سلام و درود فراوان نثار شما همراهان و عزیزان بیننده و شنونده این بخش خبری امروز پنجشنبه 22 فروردین 98 خورشیدی. در گذشت یکی از اعضای کومله در نروژ سه‌شنبه شب برابر با 9 آوریل 2019 میلادی رفیق صلاح صفری فرزند محمود از اعضای کومله به سبب ایست قلبی در اسلو مرکز نروژ درگذشت. رفیق صلاح صفری سال 1364 خورشیدی در روستای سیف اولیا از توابع مریوان در خانواده انقلابی و مبارز متولد شد. نامبرده در سال 2015 میلادی به نروژ مهاجرت کرده و یک سال بعد به صفوف مبارزاتی اعضای کومله ملحق و همراه با دیگر رفقای کومله در نروژ به فعالیت‌های تشکیلاتی خود ادامه داد. کمیسیون اطلاع رسانی کومله ضمن ابراز همدردی با خانواده رفیق صلاح صفری و تمامی رفقای کومله خود را شریک غم و اندوه آنان دانسته و پیام تسلیت و همدردی خود را به همگان آراسته می‌دارد. احضار دو شهروند کرد سنندجی به اداره اطلاعات این شهر. اخیراً دو شهروند کرد سنندجی با اسامی مرتضی نوروزی 27 ساله فرزند طاهر و محمد شریفی 43 ساله فرزند محمد امین از اهالی روستای سالیان از توابع کلاترزان سنندج به اداره اطلاعات این شهر احضار و مورد بازجویی، تهدید و ارعاب قرار گرفتند. شایان ذکر است که این دو شهروند کرد سنندجی به اتهام مشارکت و برگزاری مراسمات نوروزی امسال به این ارگان امنیتی احضار و پس از 4 ساعت بازجویی آزاد شدند. در همین ارتباط سه‌شنبه برابر با 20 فروردین ماه سال جاری یک فعال مدنی و کارگری با هویت عباس هاشمپور اهل اشنویه به اداره اطلاعات این شهر احضار و نامبرده در خصوص جمع‌آوری کمک‌های مردمی جهت یاری رساندن به مناطق سیل زده مورد تهدید قرار گرفت. اعتراض کارگران کشتارگاه صنعتی ایلام به معوقات مزدی. دیروز چهارشنبه برابر با 21 فروردین ماه سال جاری جمعی از کارگران کشتارگاه صنعتی ایلام نسبت به عدم معوقات مزدی خود دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران شاغل در کشتارگاه ایلام 13 ماه حقوق و دستمزد را دریافت نکرده و نسبت به این امر اعتراض داشته و خواهان دریافت مطالبات خود شدند. این کارگران اعلام کرده‌اند که علاوه بر 13 ماه معوقات مزدی بسیاری از مزایا و مطالبات خود را در 1.5 سال اخیر دریافت نکرده‌اند. لازم به ذکر است که کشتارگاه صنعتی دام ایلام یکی از بزرگترین کشتارگاه‌های کردستان و غرب آسیا بوده که بعد از واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکلات زیادی شده است. این اعتراضات در شرایطی است که در شروع سال جدید هیچ تغییری در وضعیت معوقات کارگران ایجاد نشده است. کارگران معترض میگویند که مدتی پیش و در ابتدای سال جدید برای کار به این واحد صنفی مراجعه کردند، اما به دلیل بلا تکلیفی و نامشخص بودن وضعیت فعالیت این واحد از ورود آنها جلوگیری کردند. مخالفت مسئولان زندان مرکزی کرمان از معالجه یک زندانی سیاسی کرد در خارج از زندان. یک زندانی سیاسی کرد با هویت امیر پیغامی اهل اشنویه با مخالفت مسئولان زندان کرمان جهت معالجه پزشکی در خارج از زندان روبرو شده است. این زندانی سیاسی کرد در خرداد ماه سال 1396 خورشیدی از سوی نیروهای اطلاعاتی وابسته به حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در اشنویه بازداشت و نامبرده روز شنبه 25 آذر ماه همان سال توسط دادگاه نظامی ارومیه به اتهام همکاری با احزاب کرد اپوزیسیون ایران به 4 سال حبس تعزیری و تبعید به زندان کرمان محکوم شده بود. لازم به یادآوری است که این زندانی سیاسی کرد در طی دوران حبس خود از مرخصی پزشکی نیز محروم بوده و در وضعیت وخیمی به سر میبرد. ضمناً تاکنون هیچ اقدامی جهت معالجه وی در خارج از زندان صورت نگرفته است. تشویق به ازدواج دختران زیر 20 سال از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس.
به گفته سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، بر اساس مصوبه این کمیسیون دولت به دختران زیر 20 سال که ازدواج می‌کنند هدیه می‌دهد. در همین راستا برخی از کنشگران مدنی و فعالین عرصه حقوق زنان این اقدام کمیسیون فرهنگی مجلس را مصوبه تشویشی برای ازدواج کودکان و دختران توصیف کردند. تورم حاکم بر جامعه، بیکاری، ناامیدی به آینده در میان جوانان و نوجوانان، عدم فرصت‌های شغلی و غیره موجب افزایش سن ازدواج در ایران شده و از طرفی روند افزایشی طلاق و میزان کم ازدواج از عمده مشکلات جوانان و بالاخص زنان در ایران است. لازم به یادآوری است که سیاست‌های غلط و ناکارآمد چند دهه گذشته رژیم جمهوری اسلامی ایران منجر به فروپاشی اقتصاد خانواده‌ها، بیکاری مفرط، ترویج فساد و فروپاشی اجتماعی در ایران شده و به همین سبب سن ازدواج در کشور افزایش پیدا کرده است. ایران در میان 5 کشور دنیا در زمینه اعدام در رتبه دوم قرار دارد. بر اساس خبرهای منتشر شده، 1/3 اعدام‌های جهان در ایران اتفاق می‌افتد و با 253 اعدام در سال 2018 پس از چین رتبه دوم اعدام‌ها را در جهان دارا می‌باشد. در همین ارتباط عربستان سعودی با 149 اعدام، ویتنام با دست کم 85 مورد و عراق با 52 مورد اعدام در رده‌های بعدی قرار دارند. شمار اعدام‌های ثبت شده در ایران در سال 2017 دست کم 507 مورد بوده است. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل در سال گذشته، بیش از نیمی از کل اعدام‌های ثبت شده در جهان در ایران انجام شده بود. این آمار در مقایسه با سال 2016 11% کاهش را نشان می‌دهد، اما همچنان نسبت به سایر کشورها آمار بالایی محسوب می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید در سال 2018 نیز با وجود کاهش چشمگیر شمار اعدام‌ها، ایران کماکان محل اجرای دست کم 1/3 کل اعدام‌ها بوده است. از تعداد 253 مورد اعدام که عفو بین‌الملل در ایران ثبت کرده، 160 نفر به اتهام قتل به قصاص محکوم شدند که 155 تن آنها مرد و 5 تن زن بودند. 18 مورد اعدام‌های ثبت شده در ایران به اتهام محاربه انجام شده که بر اساس آمار عفو بین‌الملل 6 مورد آن مربوط به فعالیت‌های سیاسی بوده است. در شهریور ماه سال گذشته، زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی 3 زندانی سیاسی کرد در ایران اعدام شدند. این احکام در حالی به اجرا درآمد که جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و آگنس کلامارد، گزارشگر ویژه اعدام‌های غیرقانونی سازمان ملل، خواستار توقف آن شده بودند. به گفته عفو بین‌الملل، شماری از احکام محاربه برای شهروندان کرد صادر شده است، اما روند دادگاه به طور هولناکی بدور از عدالت بوده و متهمان به وکیل دسترسی نداشته و اظهار کرده بودند که زیر شکنجه اتهام‌ها را پذیرفتند. سازمان عفو بین‌الملل میگوید دست کم 13 مورد اعدام‌های سال 2018 میلادی در ایران با چوبه دار و به صورت علنی و در ملأ عام اجرا شده است. ضمناً ایران تا کنون واکنشی به گزارش تازه سازمان عفو بین‌الملل نشان نداده است. عزیزان بیننده و شنونده، به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم.